رفتار جالب و باور نکردنی آریانا سعید بعد از ختم کنسرتش با مردان استرالیایی. مساج آریانا سعید توسط این مردان و قهر اسیب ساید نامزدش. آریانا سعید چی تاریخ کنسرت‌هایش را در کشور استرالیا برگزار کرد؟ لحظات جالب و باور نکردنی کنسرت جدید آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغان 2 روز قبل کنسرت بزرگ را در شهر سیدنی استرالیا برگزار کرد. این کنسرت آریانا سعید با موفقیت سپری شد. بیشتر از 10,000 تماشاچی در کنسرت آریانا سعید اشتراک کرد. آریانا سعید رفتار خوبی با مردم در این کنسرت داشته است، ولی در یک قسمتی از کنسرتش آریانا سعید و بیرق 3 رنگ افغانستان توهین کرده و این بیرق را برای تماشاچیان این کنسرت پرتاب می کند. آریانا سعید طرفداران و منتقدان هنری خاصش را در سرتاسر جهان دارد و یگانه هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین الملل برگزار می شود. آریانا سعید بعد از ختم این کنسرت توسط مردان استرالیایی مساج داده می شود که این کار باعث خشم و قهر اسیب ساید نامزدش شده است و به همین خاطر اسیب به کشور کانادا سفر کرده و آریانا سعید در کشور استرالیا تنها است. آریانا سعید قرار است در چندین شهر دیگر استرالیا هم کنسرت‌هایش را برگزار کند، ولی آریانا سعید از طرف مردم افغانستان حمایت خوبی می شود. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه لذت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.